دل بیهونمونی، ستاره هر دل بیهونمونی، صفای هم زمین و هم زمونی. عزیز دل برار هم ولاتم، خدا کار بکه سالم و مونی. و نام یاد خدا و سلام عرض میکنیم خدمت شما هموطنیا، شما همولاتیا، هر جای کشور عزیزم و ایران اسلامی که هستید. آرزوم و ینا انشالله لیات و پرد خنه با ده تک تک دقایق زندگی تو لذت بره تو. خوشحالیم دیگه باز هستیم ده خدمت تو وایه برنامه هنی ده خاک لیورسو ده کشور عزیزم و ایران، استانی و اسم لیورسو و منطقه و اسم گریت. ایچه منطقه گریته و یکی ده روستاهای نزدیک آبشار گریت یا هفت چشمه هم بهش من. ایچه آبشار میانک سرکانا و قول حالا گویش محلی خوشو میانک سرکانه و حسیم ده خدمت اهالی این منطقه امای مونه اول سی وارد آبادی بیمو که هم ده مورد آبادی مطالب تقدیم تو بکیم، ده مورد مردم روستا امکاناتش، مزایایی که دارن و کمبودهایی که بالاخره من این روستا وجود دارن، مشکلاتی که دارن. ده کنارش بحث گردشگری نداریم، یعنی این روستا و روستاهای اطراف آبشار گریت قابلیت یعنی دارن که تبدیل بون و قطب گردشگری به شرطی که یه سری اتفاقا منشو بیفته. همراه ما بوید تو سعی میکنیم هم زیبایی های این منطقه و تصویر بکشیم، هم گفتگوهای مفصلی داشتویم و اهالی با صفای این منطقه. تصاویر زیبا در آبشار گریت دی روستای قشنگ همکار تقدیمتون میکن. اما هم رعم و کنار مردم آباد. بیننده ها عزیز، هموطنی ها گران قدرم و ده سراسر ایران، خوشحالیم که همچنان هستیم ده خدمت شما با این برنامه ده منطقه سرکانه، روستای میونک سرکانه. و این منطقه خب به اونطوری که خدمت ها عرض کردم منطقه زیبای آبشار فوق‌العاده داره، آبشاری که معروفه و سه اسم: آبشار سرکانه، گریت یا هفت چشمه. این سه تا اسم دی منطقه داره. بیشتر منطقه ایشه بهش من آبشار سرکانه به خاطر یک جز مناطقی و این نام معروفه به آبشار سرکانه. اما هم در خدمت آقای ناصری عزیز، آقا دلیر ناصری. آقای ناصری خوبی؟ قربان وجودت، خیلی خوب. سلامتی؟ قدم روی چشم. عزیز دلی، چند سالته آقای ناصری؟ خوشحالیم. 72 کم. 72 کم. بله. یعنی 2 سال ده 70 کم و 68 سال. بله 68 سال. بله. باید یعنی ترجمه میکردم 72 کم و 68 سال. خب چند سال دیگه آبادی زندگی میکی؟ بینه که تولد بیمه هنده آبادی زندگی کنم. یعنی 68 ساله. بله بله. اجدادتون هم هیچه بینه؟ اجدادمون همه بیشه. بله. پدرم، پدر بزرگم همه دی منطقه زندگی کردن. ایچه آبادی میونک چند نفر سکنه دارد؟ چه تعدادی دی زندگی میکن؟ الان نزدیک 20 خانواریم. 20 خانوار. بله. چند نفر موان تقریبا؟ نزدیک 100 نفری هستن. 100 نفر. بله. بعد به جز میونک آبادی های هنی که دور برش حسا چینن؟ خیلی آبادی های از شنسید بودم. بله بله. یه آبادی داریم با اسم بنگ پیله، یکی داریم پاروگز، یکی داریم چوهرجنگ، یکی داریم عباس آباد، بله. یکی داریم اسم کالک، یکی داریم اسم سفید درخت، یکی داریم اسم رجاباد، یکی برنجف. ماشاءالله. کل هاند مغزت. همه کلان این منطقه سرکونه پشق پلان. بله. یه جا نیستن. بعد میونک آبادی بعد میونک مو چی؟ جفتم خودتو؟ جفت خودمون بوده عباس آباد و بنگ پیله. بله عباس آباد و بنگ پیله. بله. راجب شغل مردم آبادی سیمو بیشتر شغلشو چی نه؟ شغل مردم آبادی بیشتر رو کشاورزی و باغداری و معمولا گنم و نخود و بعضی موقع هم کمبیش عدس و یه شغلشونه مقدار هم دامداری. دامداری و کشاورزی و باغ هم داره؟ بله بله باغ هم باغ گردو هم دارن
دامداری هم دارن. دشون ماشاءالله گوسفند زیاد دارن. نزدیک بیشتر دام سنگین یا سبک ایشه؟ بیشتر دام سبکه. بیشتر گوسفند و بز. گوسفند و بوز. بله. ما گو هم دیم البته گو هم مینه. داریم. بله گو هم گولوری هم داریم. خب دام سنگین هم هی ولی خب کمتر. کمتریه. بله. و خود شغلت چی نه؟ شغل خود همه کشاورزی و یه مقدار گوسفند و کشاورزی و دامداری. دامداری. و امسال چی ونی؟ امسال محصول چی بی؟ گانم ونیم و نخود ونیم و جو ونیم و سنون ونیم امسال. چطور بی محصول خوبی؟ الحمدلله خوبی. الحمدلله شکر خدا. یکی یعنی ده چیایی که ایچه انجام دانه بحث گاز کشیش بیا. یعنی اتفاق خوبی که افتاد یعنی که گاز نه آوردن تو ایچه ولی هنی کامل نویه درسته؟ کامل نیده. بله گاز حالا کامل نیده. خیلی هم خوشحالیم شکرگزاریم ده مسئولین که بعد چند سال گاز و ما ایچه؟ الان 62 سال ما داشت تا الان 62. نه گاز این منطقه فکر میکنم 20 سال پیش بیا گاز و ما منطقه سپید دشت و گریت و عرض بکم این مناطق 15 سال پیش بیا 15 سال فکر طول کشی تا گاز برسه و تشم. بله. و علمکیان هنیسیتون نزنه؟ هیچ حالا علامت سیمون نزنه. فقط لیلیان من نوست کردن. اصلش او لیلا؟ تا خلاخانجان وستش کردن ده رتنه. حالا ده سر بیان باقیش انجام بیان. بیان باقیش انجام بیان یا نیان ده خدا دانوانش. و موبایل هم آنتن تو رت جدیدن؟ آنتن موهر رو. بله. جو آنتن دهی هم ایشالله سیشو اتفاق بیفته. موقع اما دی برنامه آبادین معرفی میکیمو سعی میکیمو خوبی ها مزایا و کمبودان واگ مطرح بکیمو که انشالله مشکلی هم ده عزیزان روستایی برطرف بوده. یعنی نوع که فقط به آقا ایشه همشی فوق‌العاده همشی قشنگه بله قشنگه اما به شرطی اگه بهش رسیدگی هم بوده به شرطی اگه مشکل آنتندهی موبایل برطرف بوده. خب گردشگر میاد به این منطقه وقتی موبایل آنتنیه ممکنه کمتر میل داشت و بیا جای رو که هم اینترنت داشت و هم موبایل آنتن بیا بالاخره جز مواردیه که باید برطرف بود. بله. خب ده فرمایش کن میرم ایشه کل فامیلی درسته؟ آبادی ما همه ناصری هم آموزا و برارزا و فقط ما تاکزنی که آسمه غیر از اقبان. مر قومیه که کرده ده جای هنی اومد. داشو کم هم معلوم. بیشتر تازه قومی تونم فامیلی بیا. فامیلی های خوارزا و برارزا و یشتر شو همه اینا خمونه. بسیار عالی. یکی داشو غریبه. بیشتر آشنایا و فامیلیا خودتون. بیشتر اینا خمونه. بله. بسیار عالی. و چی هنی که من میاستم بپرسم ینا که پیش میا بالاخره بیان آبادی هم گردشگرایی که میان آبشار بیان آبادی هم ده نزدیک بینن؟ زیاد شویا هم مونه نیشه. ایشه خیلی اهمیت داره خیلی. اصلا کسی که 5 روز هم ماشی برسه چه کسی نی دست بزنه. چون امنیت داره. خیلی اهمیت داره. در نظر امنیت خیلی اهمیت داره. هر که بیا هر غریبه بیا قلمش روی چشم. سلامت بود انشالله. گیرن تحویل خیلی خوب گیرن شد. مهمان نوازن مردم. بله خیلی به خدا قسم. چند تا آبشار داره ایشه؟ آبشار ایشه هفت چشمیان. چند تا هن؟ آبشاری و هفت چشمه چند تا؟ آبشاری و هفت چشمه. 7 تا هن فکر میکنم؟ نه چشمه 7 تا. آها چشمه یا آبشاری چند تا هن؟ آبشاری 3 تا هن. 3 تا هن. آبشار بلنگ داره پایین همه. کوچک میان موان یکیشو گپ او بالا بالای گپ یکی هم پایین داره پایینی هم خیلی بلند خیلی ارتفاعش زیاده. بله زیاده. چشمه هم او هرده هم داره زیرش. بسیار عالی. او مصرف کنید. دست تو در نکه. به اتفاق آقای ناصری هستیم در این منطقه هیوتری که فرمایش کردن بیشتر کسانی که آن در این منطقه فامیلیشون ناصری هن آموزا هن قوم هن خویشن و منطقه زیبایی هم بگردیم راجع به این منطقه برنامه تقدیم تو بکیم هم آبشار رو سعی میکنیم رمو و نزدیک بینیم هم سایر مناطق دیدنی تک درختی ها خیلی زیبا باغی ها خیلی قشنگی چه داره یک تصاویرشون انشالله تقدیم تو بکیم همراه ما.
بیننده ها عزیز، همچنان هستیم در خدمت شما و برنامه که در منطقه سرکانه، منطقه که معروفه و سرکانه یا حالا گریت هم جز اسامیه که در این منطقه داره، منطقه گریت، منطقه سرکانه، نزدیک آبشاریم و بین تقریبا میتونم بگم آبشاری ها و روستای میونک سرکانه، در کنار عزیزانی که ایچه جز اهالی هن. یکی ده باغداری و عزیزی که ایچه هم ده خدمتش هم مینه باغش های ناصری. آقای ناصری سلام. سلام. خوبی الحمدلله. سلام علیک آقا ولکو اهالی هم میرن. خوبی؟ سلام خیلی من. ها رد موان سلام علیک تم کردی. آمد خدمت. آقای ناصری چند سال ده؟ 58 سال. 58. اسم کوچک؟ ایرج. آقا ایرج ناصری چند ساله باغ داری ایشه؟ 6 ساله. 6 ساله ای باغ راه اندازی کردی. بیشتر درختات چی نن آقای ناصری؟ گردون. ده به جز گردو چی داری؟ همه درخت دارم، همه نوعی. مثلا انار، زردگی، گلابی، همه چی داری. محصول سالیانش چجوریه؟ البته فکر میکنم فعلا خیلی هاشون نهالن، درسته؟ ما کوچکن نهال فعلا لازم با که و باروری میرسن و اوج باردهی درختی ها برج 3 و 4 و اینا. بهترین محصول این منطقه چی نه؟ گردو ایش. گردکو. بله گردون. بسیار عالی. بوسون هم دیمه داری؟ چه کاشتی همین بوسو؟ گوجه مثلا با اونجون چی رفته سی استفاده خودتو؟ اسی استفاده خوب بله. او هوا خاصی داره ایچه و خاطر او هوا شما ایچه و خاطر مردمش اول خاطر او هوا مردم آموزون من اینو براریم آموزایت همه آموزون براریم همه ایچه کل ناصری هن بیشتر همه آموزون من ناصری هم بله. و او قومیه که وجود داره بین مناطق عشایری روستایی استان لرستان، جزو مواردیه که خیلی مورد توجهه. یعنی معمولا افراد میرن جایی که ملک خوشو بوه، قوم خیش خوشو بوه، درسته؟ درسته. خانوادن هیچ میاری من باغ؟ خانواده همین پنجشنبه جمعه میشه. خودتو شهر زندگی میکنی؟ شهر زندگی بله. فقط باغ ملکت هیچه؟ بله باغ ملک میشه بله. امسال چی برداشت کردی بیشتر؟ این فعلا برداشت نکردم. هی پنجشنبه جمعه هم تفریح حالا درختم کوچکن. ولی گرت نه تا که گرد کنی گرت نه. یکی خوب این نیفوه. محصول زیادی نی. بله. بسیار عالی. چند هکتار اوس زمینی ها کرد؟ 1 هکتاری. 1 هکتاری حسا. قصد ناری گفترش بکی؟ نه خدا زمین بیشتر نیه. این زمینه داری؟ این داریم. بسیار عالی. خسته نباشید ود میمون. من خیلی من دستن. رسیدگی و باغ چطوریه؟ باید چه کاری انجام بدی که باغ ده بن نروه؟ باید دارو بیبش، کود بیبش. باشو بررسی که رشد بکنن. او یاریش چجوریه اوسه؟ او یاری هم هفته یه بار او یاریش کنیم، هفته 10 روزی. جون واز میکید مینش چجوریه؟ خوش جوکشی، کانال کشی. خب ولی ده او رش باید واز بکید که او بیا مینش. باید او را باز بود، بعد کانال کشی بود، جوش تراریم آمادش بکنیم که او بیا او برن. یک من دور درختنه و بیل باید هنش بکید. باید پا بیلشو بزنی، باید هیچدار شو بود یا کود بی بشو. بعد همیشه سالی یه بار پا بیل شدنیم. سالی یه بار پا بیل شدنیم. کود چند وقت یه بار باید بشو بی؟ سالی یه بار باید کود بی بشو. بسیار عالی. دستت هم در نکن. خوشون. ایشالله باغت پرثمر بوه، برکت بفته در کاربار و زندگی. دیگه از زمان ترانی دست شما در نکنم من. انجام وظیفه. همراه ما بوی تو به اتفاق آقای ناصری عزیز قدم بزنیم دمین باغ و تصاویر تقدیم کنیم. بفرمایید. دوستان عزیز، در مسیر رته به سمت آبشار دیمو که تعدادی ده هموطنی ها و همستانی ها و گردشگری ها عزیز امان دیدن بکند آبشار گریت یا سرکانه و در خدمت شو گفتیم یه صحبتی بکنیم اینو بشو خوش گذشته راجب زیبایی های منطقه،
و راجع به یک سیشی اصلا ایشان انتخاب کردن صحبت بکیم. آقا سلام. سلام عزیزم من. خوبی؟ خسته نباشی. فامیلی شریف تو بپرسید. سید شهاب حسینی. و سید شهاب الدین حسینی بازیگر نسبتی که نداره. بله پسر عموی ما. ماشاءالله خدا بدلش البته. بدلش. بس شوخی گفتم آقا. فدات بشم. آقای حسینی که اومد تو ایچه امروز اومد روز قبل اومد؟ نه والله همین امروز ما مهمان داشتیم ورداشیم موردیم شویشه تهران اومدیم بهشو خوش بگذرید درد. خوش گذشت؟ خیلی جای شما خالی واقعا خیلی خوش گذشت. چی ایشن انتخاب کردی تو؟ والله چون یه جای بکر طبیعت بکر دست نخورده ای بید تصمیم گرفتیم با خانواده بیایم میشه. و هم خوب الان ده هونکه در واقع ایچه. الان خیلی هونکه خیلی هوا عالیه. ده الان و بعدم ده بیتر مو. چندمین بارم میای تو گرید؟ ما والا خیلی شاید 7-8 بار بیشتر. اصلا آمارش دست در رد. آره. خیلی اصلا بین لرستان آبشار بیشه، آبشار گرید، نیوژیان یعنی جایی که خیلی میریم. بله واقعا جای لرستان فقط سرزمین آبشارها هست. امکاناتی چی نیاز نره و نظر دیچه سی بهتر بوه؟ چرا امکانات که باعث مقداری وش برسن. مثلا یه مقداری اگر پلیا بهتر بوان، پلیا بهتر بوان، لحاظ توریستی بهتر بوان. واقعا یه جایی که بهترین منطقه ایرانه. بحث بومگردی بله بحث جای اسکان حتی میتونن بنن. اسکان میتونن انجام بیان خدمت دارزم بیان شو بسن ایشه خیلی عالیه. خیلی هم میسن هستن وای الان که حالا ممکنه شرایطش خیلی ایدئال نوه ولی باز میان میسن بعضی ها. بله میان میسن اما خب لحاظ امنیت و خاطر زن و بچه باعث یه مقدار اسکانش بهتر بکند. امنیت آره بهتر بوه خیالت راحت‌تر بوه موقع میای با زن و بچه میای. بله بدون شک اینجوریه و به قول معروف یه جایی بوده که همه خانواده دونسوی میان اوچه جمع موان شو میمونن تو هم با خیال راحت بیای بس. بله همینطوره بله ان شاءالله که یه اتفاق بیفته با امید خدا. خیلی خوشحالیم آقای حسینی دونم خستای مسیر زیادی هم اومایا. الله فقط ما تنها امید ما اینه مسئولین شهر واقعا یه برسن برسن به این شهر واقعا باعث برسن. مسئولین یه مقدار کم لطفی دارن میکنن نسبت ایچه شاید هر استانی هنی ای طبیعت ای مکانها بیه الان ده کل ایران میشناختنش. بله واقعا اما الان شناخته شدنی خیلی ها. فقط خود من استان بیشتر میشناسیم. بله باعث واقعا فش برسن مسئولین معرفی بکن تبلیغ بکن اسکان بزنن بومگردی گردشگری خیلی ها. اصلا استان ما واقعا یه استان طبیعت خیزیه واقعا فوق العاده باعث فش برسن. ان شاء الله یه مقدار کم لطفی میکن که باعث با امید خدا مسئولین بیشتر تلاششو بیشتر بود ان شاء الله. خیلی خوشحال خیلی فدات موفق باید. ممنون خسته نباشید. خدا قوت خدا نگهدار. بفرمایید تو. خواهش میکنم متشکرم عزیز دلی خدا نگهدار. دوستان عزیز و خانواده آقای حسینی صحبت کردیم با خود آقای حسینی صحبت کردیم خانوادهشون هم خسته بینده وقتشون رو نگرفتیم رم سمت پایین. دوستان بفرمایید. دوستان عزیز همرایا برنامه هموطنیا گل با صفا و دوست داشتنی امیدواریم تا این لحظه برنامه و دلتون نشستوه و مورد توجه تو قرار گرفته با هیوتری که تایسه برنامه مختلفی که تقدیم تو بیا گوتیم و مشاهده هم بالاخره کردیته تا استان لرستان به خصوص جایایی که آب فراوان داره معمولا پرورش ماهی و شیلات هم فعاله در اون منطقه. در منطقه سرکانو گریت هم یه سالن گپ پرورش ماهی و شیلات ایچه فعالیت میکنه. هایم در کنار آقای ناصری عزیز مسعود ناصری کسی که جز کسانی که در واقع ایشن فعال کرد و ساخت و هد روز اول پای کار بیا. آقا مسعود حالت خوبه؟ قربونت برم متشکرم. سلامتی؟ تشکر قربونت. خستنوی؟ قربونت. آقا مسعود چند سالته؟ من تقریبا 50 ساله. چند ساله ای پرورش ماهی اینو احداث کرده تا؟ 16 ساله. 16 ساله و هد 16 سال پیش تا شروع به فعالیت کردی تو مسئولن دارید میتو بازار. بله. سال چند محصول داره ایشه؟ تقریبا 50 تن ماهی پرورش دمسی شهریا
گپ. بیشتر محصولتون کجا؟ من استان میتو یا خارج استان؟ استان تا تهران هم بریم، هم استان هم شهری که نیاز داشته هم ماهی فرستیم. بعد بچه ماهی در من استان میخرید یا جای هنی؟ بچه‌ماهی هم داخل استان خمو خریم، درود خریم، بچه‌ماهی میشه پرورش دیم، بچه‌ماهی 5 گرم تا برسه به 1 کیلو 200، 1 کیلو 300، 1 کیلو 400. چند طول میکشه آقا مسعود که یه بچه ماهی تبدیل بوه و یه ماهی گپ که در واقع میاد وارد بازار بوه؟ بستگی به پرورش خود داره که خوب کار بکنی. بچه ماهی که ما بیاریم در حد 2 گرم تقریبا 8 ماه الی 7 ماه طول بره تا ما بکنیم 1 کیلو 200 گرم. 7 ماه 8 ماه. 8 ماه. و بعد از وقت چی میکید؟ میخواید یک بار پرورش میتو باید سالونیان بشورید زدوفونی بکید کنیم و تمیز کنیم و سری شروع کنیم. هیچ مثل مرغ نیست که ما زیاد فاصله بیفته. سری ایلا که خلاص بکنیم دوباره سری تونیم با فرداش بچه ماهی بریم بریزیم. یعنی در واقع طور تنظیم میکید تو که همیشه این ماهی نداشتوید؟ و هیچ خد ماهی نه، همیشه ماهی داشتیم در استخیمون. بسیار عالی. آوش تا کجا تامین موه؟ او هم در هفچشمه گرید که یا داخل رودخانه که یا مادش استفاده کنیم. بسیار عالی. فکر میکنم یکی در دلایل یک ایچه مثلا ماهیش معروفه هی او یک داره. او پاک زلال و املاک خوبی هم داره، خیلی هم خوب هستی پرورش ماهی. بسیار عالی. ماهی تو شین از غزلالا؟ زلالا رنگی کمان هم داریم. سردابی ها؟ سردابی بله. دست تو در نکرد. چند نفرید کسانی که ایچه مشغولید؟ دیشه در حال حاضر 4 نفریم و 4 نفر مرتب میشه. در حدود 12 نفر هستیم کلا در خط که داره 9 هورن کار کنه. یعنی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در 12 نفر فعالن. بله. دست تو در نکرد. روز چند ساعت دوست باید کار بکنه کسی که من پرورش ماهی کار میکنه؟ ساعت 7 صبح ما کار کنیم تا ساعت 7 غروب. غذاشو چند وعده؟ غذا همین ما 3 بار در روز غذا دهی داریم. 3 وعده مورن. بعد غذا مورن. یعنی زیاد مورن. خیلی قد آدمی مورن ها؟ راحتی و راحتی خیلی عالی. بسیار عالی. دست در نکرد. آقای ناصری عضو شورای منطقه سرکانه هم هست، درست می؟ بله بله واجد بله. عضو شورای منطقه و در مورد این منطقه هم دوست داریم داشت بپرسیم و حالا یکی از توانمندی‌های این منطقه داشتن این سالن پرورش ماهیه، درسته؟ بله. در سایر توانمندی‌هایی که حساب منطقه سیمو به جمعیتش تعداد روستایی که داری تو؟ ما در حدود 7 تا روستای میشه اولی مونک و کل منطقه سرکانه. منطقه خوام نگاه کردیم، منطقه توریستی، منطقه گردشگری، دامداری، کشاورزی هم داریم. و چند تا روستایی منطقه داره تقریبا؟ تقریبا 8 الی 9 روستا داریم. امکاناتی که داره مرکز بهداشت، مسجد؟ مرکز بهداشت خود ناریم، مسجد که ناریم، کنون هیچ کم ناریم، حتی آنتن تلفن همراه ناریم. فقط امسال گاز سیمو کشی نکنوس هم واسش نکرد. یعنی کامل نویه. یه جاده مکان خود تشریف آوردی، خواستل کردی و دیدی چه داره. مشکل داره واقعا جاده. عزیزی. و انشالله این مشکلات برطرف بوان میتونه ایشه تبدیل بوه به قطب گردشگری. تو اصلا کسی به شهر نرا، مردم کلا برگردن ببین چه زندگی. الان خیلی هم اومدن باغ زنه، زندگی داره کنن. حتی رو تهران اومد ایشه باغ زده. ویلا بنا باغ زده. خو الحمدلله سارا خو الحمدلله جوابگویی. تا ایسه و فکر کردید که نزدیک آبشارت بالاخره یه جای یه مکانی سی کسانی که میان تفریح اسم بومگردی. بله ما داریم خیلی همیشه داریم هونه هم بیان وکرا هم د صددی که بیشتر هم هونه بسازن في جهانگردی انشالله که راحت رو بباشن تفریح خوشن بکنن. جاش هم جا بکری خود خواهم سل کردی الان. بله خودی هم یعنی واقعا حیفه باید استفاده بود. کمی کمک بودن یه چند تا نگهبان بین سطح زباله که الان خود نونی سل کردی که چطوره داخل رودخانه کردی همش زباله و هیچ کسی که جمع آوریشو بکنه کمی اذیت میون دیشه وگرنه خب بهترین جای تفریحی بسیار درجه 1. بله بله بله. انشالله که هم خودتو یعنی در وهله اول باید خود اون منطقه بهان که این اتفاق بیفته. در کنارش هم خب مسئولین حمایت بکن قابلیت یعنی داره که خیلی بیشتر دیده بود منطقه سرکانه و منطقه گریت. انشالله که بتونیم همه ای کارو انجام بدیم. انشالله اگر یه حرفی مون تو بعضنی باشونی بود نرون به تیرو کارگری بکن، نرون به شهر کارگرتون بیشه خب راحتی زندگی خوشو بشخن. انشالله. به اتفاق آقای ناصری یه قدمی بزنیم و یه چرخی بزنیم و من این پرورش ماهی زیبا و بعد هم رم و سراغ سایر قسمت‌های آبادی و منطقه سرکانه.
آبشار گریت یا سرکانه، منطقه زیبای هفت چشمه و در کنار دوستانی که گردشگرند قزوین امان اولی رسو گفتیم یه چند دقیقه در خدمت شما بایم صحبت بکیم. آقا خوبی؟ خوب هستی شما؟ سلام. آقای من پور حسن هستم. اسم کوچیک؟ امیر حسین. امیر حسین چند سالته؟ 25 سال. چند وقت اومدی لرستان؟ الان چند روزه؟ الان 2 روز اومدیم. 2 روز اینجا بودی یا جای دیگه رفتی؟ اول بروجرد بودیم، بعد صبح اومدیم سمت آبشار بیشه و الان هم این آبشار سربه. چجوری شد که انتخاب کردی اصلا این منطقه رو بیای ببینی؟ از طریق اینستاگرام و پیجای مثلا بومی لرستان آشنا شدیم، ما با بچه‌ها هماهنگ کردیم و راه افتادیم اومدیم. هر سه تا بچه قزوین؟ بله، دوستای صمیمی، چند ساله با هم دیگه دوستیم. هلوش 23 ساله. بسیار عالی. آره، امیر حسین و محمد. آقا محمد. و شما؟ محمد علی هستم. محمد علی. محمد امیر حسین. شما دو محمد تو هم میذاشی محمد حسین راحت میشد دیگه. نبودیم اون موقع. سه محمد. آره. خب آقا محمد شما چند سالته؟ من 25. چجوری شد که توی این اینستاگرام دیدی و خوشت اومدی لرستان؟ از چیه اون تصاویر؟ چه چیزی جذبت کرد که تصمیم گرفتی بیای واقعا؟ خب لرستان یه طبیعت خیلی بکری داره و آبشاراش خیلی زیباست. بیشتر طبیعت لرستان ما رو جذب کرد. تصمیم گرفتیم که بیایم لرستان و بیشتر طبیعت گردی کنیم، تو طبیعت باشیم. یه طبیعت بکری داره، بیشتر این باعث شد. شب بیشه بودین یا بروجرد بودین؟ بروجرد بودیم شب. الان میخوایم باز توی لرستان بمونی یا میخوای حرکت کنیم بریم؟ نه هنوز یکی 2 روز هم هستیم، خرم‌آباد هم میبینیم، چند جای دیگر هم مد نظر داریم. کجا میخوایم بریم؟ یکیش که تنگه هلز اگه اشتباه نکنم. بله، تنگه هلز سمت پل دختر. بله، یه دونم تنگه اسمشون رو من فراموش، خزینه. در خزینه باز هم. آره، اسما رو میخوام نزدیک همن دیگه تقریبا. این دو جا رو هم میخوایم ببینیم. توی واسه در خزینه واسه هموطنا بگم یه پل معلق داشت که متاسفانه از بین رفت، بریدن. معلومم نشد کی برید. قطعا کار یک گردشگر نبوده. کی برید و چه جوری شد ولی دیگه از بین رفت. یعنی جز اون پل‌های خاص استان بود که انشالله دوباره بتونن روش کار کنن که این پل معلقه اونجا برای گردشگرها قطعا قشنگه و تصاویر قشنگی میتونن بگیرن بچه‌ها و بهشون خوش بگذره. چطور بود گریت؟ خیلی عالی بود، واقعا طبیعت زیبایی داره. ما تقریبا یه 4-5 ساعتی فکر کنم اینجا بودیم، همه چی عالی بود، هم هوا هم طبیعت خیلی بکر دست نخورده و خیلی عالی بود. منظر من همه چی خوب بودش. بدون تعارف بهت خوش گذشته یا نه؟ بدون تعارف ها. ما بدون تعارف میگم آره عالی بود. اتفاقا مردم یه مقدار بهتر رعایت کرده بودن نسبت به نرختن آشغال و کلا وسایلشون. بازم هست متاسفانه، ولی بهتر شده، از قدیم خیلی بهتر شده. بازم نسبت به مثلا شمال کشور وضعیتش بهتره. بعد کلا دیگه منطقه بکر بود، همه چی عالی بود، خوب بود. خوبی مناطق طبیعی لرستان همین بکر بودنشه. یعنی اینکه همه چی طبیعیه، اون طبیعت وحشی آره حفظ شده و در کنار اینکه نیاز به امکانات هست ولی این بکر بودنه نباید دست بخوره. دقیقاً نباید دست بخوره. همون بکر بودن جذابه برای ما. برای طبیعت گرده همون بکر بودن جذابه. و بعد از چند روز تصمیم دارید از لرستان برین قزوین؟ برنامه‌ریزیتون چند روزه است؟ تقریباً 8 روز است دیگه، 4-5 روزش مونده. بسیار عالی. امیدوارم بهتون خوش بگذره. توی استان ما دیر رسیدیم، ما بچه‌ها دیگه داشتن میرفتن وگرنه با هم یه آبتنی میکردیم و حسابی خوش میگذروندیم. خوش بگذره. ممنون. موفق باشید. خدا نگهدار. خوشحال شدم. خدا شما. زنده باشی. ممنون. دوستان عزیز با ما بوی تو ادامه برنامه. واقعا آدم دوست داره رو همینه او ببینیم چی میگه، ببینیم میتونیم با شال ستر ارمو مینه او یا نه. همراه ما باشید. دوستان عزیز در کنار آبشار گریت، آبشار سرکانه زیبا و در کنار آقا مجتبی ناصری یکی در اهالی این منطقه هستیم. آقا مجتبی خوبی؟ قربونت، ممنون. سلامتی؟ سلامت بایی. چند سالت آقا مجتبی؟ 30 سال من. هدی منطقه آمایه و دنیا یا نه؟ بله منطقه. هد بچه ایچه بیه؟ بله. پس این منطقه نه یه جورای چیکف دست بلدیده؟ آره.
گردشگری ها بیشتر کیا میان این منطقه؟ معمولا پنجشنبه جمعه تابستون. بی شما مثلا گردشگری بیاییشه و شما اهالی این منطقه تلاشتون رو بکید بیشتر بهش خوش بگذره یا مشکلی داره مشکلشو برطرف بکید؟ بله ما لیوریا این منطقه مهمان نوازیم و در اونایامون وازن سی گردشگری ها و مهمونه ها و همیشه مشکلی داشتوان رسیدگی بهشون میکنیم. چی کارو میکنید میتونید انجام نه تو بالاخره؟ ما لیور همیشه مهمان نوازه. صفر و سینا ها؟ از صفر داریم بله. صفر و سینه یه جورایی. و در مورد آبشار تیمو چند تا ان آبشاری ها تعدادش و الان خب یه مقدار صحبت میکردیم با اهالی منطقه میگفتن کم آوده ای فصل. بله الان خب بارندگی نیه بعد این چند سال اخیر بارندگی که کم بیه آبشاری ها یک کمی اوشو کم بیه و الان تصویری که مشاهده میکید بلندترین آبشار سرکونه یعنی او بالا بی البته. بله بعد آبشار سرکونه همون آبشار گرید معروفه به آبشار گرید. ولی اسم این منطقه سرکانا در است. بله سرکونه منطقه سرکونه. چند تا انوس تعدادشون موفق مبیفه میگم 3-4 تا هستن. آره 4 تا آبشار خوب داره. 4 تا آبشار خوب و کشکیا صوبکی 7 آبشارن. بله تا پایینتر داره یه چند تایی داره. یعنی اگر آبشارا کشه کنن با مسوبکی مو تا 7 آبشار هم میره شاید به خاطری هم وش من 7 چشمه. بله چشمه‌هاش بالاترن. چشمه چند تا چشمه داره 12 تا چشمه داره که تازه بیشتر ده 7 تا نه؟ بله سرچشمهش موهای چشمه ها که این آبشاری ها به وجود میاندش. خیلی هم عالی. او سرد و خیلی خوبی هم داره. بله اوش همیشه سرده چون که سرچشمهش بالا ده چشمه ها میره ده دل کوک میاد سرد همیشه. برفا و یه جوره. بله ایشه منطقه برفگیریه و سرده زمستونیاش واقعا سرده و کولاک برف ایشه همیشه. خیلی هم عالی. واقعا زیبایی اقدر زیاده این منطقه نونیم کمشون رو به تصویر بکشیم. به اتفاق بچون فیلمساز به اتفاق اهالی منطقه هر گوله که میریمو زیبایی دش موج میزنه. الان شما من و مجتبی حسی میشه سیلبکی دوشه یه دوست عزیزی داره دستیاش میشوره این آو زلال وقتی میره اوشه دل کی بعد باز یه آبشار هنی پایینه تصاویر هواییش هم تهیه کردن دوستانمون تقدیمتون میکیم. واقعا نونم چی بهم در مورد این همه زیبایی که در استان لرستان هی و متاسفانه خوبش رو پرداخته نویه. شاید خیلی در گردشگری ها خیلی در هموطنی ها ما مشتبه هنی چرا نمیشناسن. بله یه منطقه دست نخورده و چون که تبلیغ نیه و رسانه نیه هنی کسی نمیشناسه این منطقه خون نمیشناسنش و در مسئولین انتظار داریم مسئولین خومو و این منطقه رسیدگی بکن. خومونم معرفی بکیم. شما اگر مثال میزنم پیج اینترنتی داری صفحه داری بیای عکس آبشار بنی واقعا. بله واقعا یه آخرین منطقه اگه هیچ بهش رسیدگی نیه و انتظار داریم که جاده درست حسابیه چون که مشاهده کردی یا جادهش که مسیر که اومایی اسفالت درست حسابی اینا را امکانات رفاهی اینا را پارکینگ اختصاصی داشتو که گردشگری ها میان یه امنیتی داشتو و خیال راحت بیان سر آبشار چون که مسیرش یه کمی طولانیه تا آبشار پیاده داره یارو امنیت داشتو انتظار داریم که رسیدگی بکن و این منطقه ما و مشکلاتش برطرف بود انشالله. بله امید خدا دست شما در نکه. ممنونیم ده تک تک بیننده ها عزیزی که وای ما همراهن همچنان همراه ما بوی تو ده برنامه زیبایی که ده منطقه بکر و طبیعی تقدیمتون میکیم. به اتفاق آقا مجتبی هم بریم تا او ها هم یه قدمی بزنیم و ما هم یه سیلی بکیم. بفرمایید خواهش می‌کنم.
شنوندگان عزیز همراه یک یعنی ده لرستانیایی که اوما و منطقه گریت منطقه سرکانه و اوما ایچه بش خوش بگذره صحبت بکیم و منم بش خوش گذشته چنگ اوما تا الان و آبشار. آقا سلام. سلام خوبی؟ متشکرم. خدا قوت. عزیزی قربون شما. چندمین بار میایی چه؟ والا خیلی ما میایم منطقه مونه. مال این منطقه؟ مال این منطقه خیلی زیاد ما میشه ما. چطوره طبیعتش و دلتی؟ طبیعت بکری داره ایشه ولی یه کمی جادهش مشکل جاده داریم ما. اگر جاده مو بهش رسیدگی بوه خیلی گردشگر میتونه بیایشه ولی خوب بدبختی ایشه که ما رسیدگی و جاده مو اصلا نموه. وقتی میان مثلا سیگازی چیزی میکننش ده آسفالت نموه. خود خوما دیه واقعا جادهش خروه باید وش رسیدگی با که این مردم مخصوصا مردم این چند تا روستایی که ایشه ما داریم واقعا مزیخان باید این مشکلاشو برطرف کن واقعا. آوردن خانواده یه جا فوق‌العاده اگرید. آره. و میتونی خانواده بیاری بهش خوش بگذره. وقتی میای تو معمولا چندی میسید؟ پیش شما بیای تو شو بیسید 2 روز بیسید؟ آره خیلی. ما هر وقتی با خانواده میشه معمولا تا غروب میمونیم. خیلی هوا نزدیک شو میری تو؟ آره نزدیک شو که ما میریم. بسیار عالی. پس ده سرسو اومایت و الان ده مخش یواش یواش جمع جور بکی تو ریتو؟ آره ده مخش که ده جمع بکیم غروب میارم ریوهونه ده. انشالله سلامت بوی تو. خیلی ده لرستانیا چون میشناسن مناطق بکرنه میان و این منطقه و دیدن میکن ده آبشارها و قسمتی هایی که ایشه داره ولی هموطنی همون نمیشناسن. یعنی گردشگری ها منی نوونن کجا قشنگتره کجا زیباتره و ده شد میاد دعوت بکیم که بیان ایشالله این مناطق گردشگری و زیبان ده نزدیک بینن و استفاده بکن ده ای او زلال. این او فکر میکنم خیلی هم خیله. آره یعنی عمق زیاد با یک کوچکه ولی عمق زیادی داره. آره اصلا مشخصه. و خوبیش هم یه نا او چشما. آره خیلی سرده اتفاقا. به خاطر اینه که او برف او موه و میا تبدیل موه و او چشمه به خاطر اینا سرده. آره ایشه زمستونش برفگیره و ای خاطره او چشمش هر روز حس شو همیشه. خب تو کم منطقه ایشنی تو؟ ما منطقه ایمان آبادیم. ازناب ایمان آباد. منطقه چند فاصله داره و ایشه؟ حدود 30 کیلومتر موه. چند دقیقه مثلا طول میکشم میری تو میاد؟ 40 دقیقه. کمتر فکر میکنم. آره چون جادش باریکه شاید. آره جادهشون خود بله اومای مدیه. آره جادهش کمی پیش خم زیاد داره ولی آسفالت خوی هم ناره خوب. آره یه 30 دقیقه فکر میکنم زمان بره و این خاطر که جادهش چاله چوله زیاده زمان بره امانش ویش. ایشالله همیشه و تفریح همیشه و شادی مردم کشور عزیزم و ایران بیان و به جایا دیدنی لذت برن. لذت بخشه. یک مینی خانواده تا آوردی کنار یه آبشار کنار یه چشمه و مینی بچت داره لذت مره مینی همسرت داره لبخند میزنه. یه نوع همه جز زیبایی هاین که در استان لرستان میتونید تجربه شو بکید. میتونید در این منطقه زیبای سرکانه در آبشار گریت بینید. بیای تو و شادی خانواده‌تون انشالله دیشه بین تو لذت برید تو. به تو خوش بگذره. ممنون منتباریم بیننده عزیز دیگه که امرو هم دی برنامه در منطقه گریت در منطقه سرکانه یکی در مناطق زیبای استان لرستان ایمان همراهی کردید. بهترین ها رسید و آرزو میکنیم. امیدواریم که شما هم ای طبیعت زیبانه تجربه بکید. من شنیدن کی بود مانند دیدن. بیاید خودتو نزدیک بینید. هرچی ما بهمو حتی تصاویر سید و پخش بکیم تا خودتو نزدیک این طبیعت زیبانه نینید باورتون نموه
که چنی لذت بخشه و چنی دیدنی. یورسو آباد بو هم ملک مکند، یورسو آباد بو هم ملک مکند، باد شادی بزنه هر سو جونت، یورسو خورم بو شهر و دیارت، گل نرگس سوز کنه دو سایه دارد. تا فرصتی هنی، خدا نگهدار.